بریم با هم دیگه دونه نارنج بکنیم برای عید یه سبزی خیلی قشنگی داشته باشیم. کفشو پوسته برنج ریختم. نداشته باشیم پوسته برنج میتونین از سنگای ریز استفاده کنید. توی گردونمون خاک میریزیم کامل پر نه، یک سانتی خالی میذارم. حالا اینجاش خیلی مهمه، حتما یه نارنج رو پر بکارین. نگاه کنین، اگه دوست دارین گلدونتون و نارنجش پر باشه، کلا سبز باشه، اینطوری. بعد روش یه لایه نازک دوباره خاک میریزیم به این صورت. کاملا گلدون رو پر میکنم، جای خالی نذاریم بمونه. قبلش یعنی 2 روز تمام باید این دونه نارنج خیس بخوره تا این پوستش نازک بشه، راحت بتونه جوونه بزنه. اینا همه رو کاشتم، الان بهشون آب میدم، میذارم آبش اضافیش خارج بشه و روش پلاستیک فریزر میکشم. که گلدونا رو پلاستیک زدم، قشنگ گره میزنم. نگاه کنید کاملا گره زدم. چند تا سوراخ ایجاد میکنم. من توی هر چیزی 3-4 تا سوراخ میذارم که هوا داشته باشه. همینجوری بمونه دیگه، نه بهش آب میدیم نه درشو باز میکنیم تا جوونه بزنه. بریم با هم دیگه دونه نارنج بکنیم برای عید یه سبزی خیلی قشنگی داشته باشیم. کفشو پوسته برنج ریختم. نداشته باشیم پوسته برنج میتونین از سنگای ریز استفاده کنید. توی گردونمون خاک میریزیم کامل پر نه، یک سانتی خالی میذارم. حالا اینجاش خیلی مهمه، حتما یه نارنج رو پر بکارین. نگاه کنین، اگه دوست دارین گلدونتون و نارنجش پر باشه، کلا سبز باشه، اینطوری. بعد روش یه لایه نازک دوباره خاک میریزیم به این صورت. کاملا گلدون رو پر میکنم، جای خالی نذاریم بمونه. قبلش یعنی 2 روز تمام باید این دونه نارنج خیس بخوره تا این پوستش نازک بشه، راحت بتونه جوونه بزنه. اینا همه رو کاشتم، الان بهشون آب میدم، میذارم آبش اضافیش خارج بشه و روش پلاستیک فریزر میکشم. که گلدونا رو پلاستیک زدم، قشنگ گره میزنم. نگاه کنید کاملا گره زدم. چند تا سوراخ ایجاد میکنم. من توی هر چیزی 3-4 تا سوراخ میذارم که هوا داشته باشه. همینجوری بمونه دیگه، نه بهش آب میدیم نه درشو باز میکنیم تا جوونه بزنه.